محترم اعضای مجلس ملی، همه شما را به مناسبت انتخاب و تعیین شدنتان به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته به شما در عملی نمودن صلاحیت‌های پرمسئولیتتان برای کامیابی آرزو می‌نمایم. همچنین رستم امامعلی را به مناسبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده و میرزا نبات علیشیر خدایبردی به حیث معاون اول و معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدنشان تبریک میگویم و به آنها نیز برای کار میخواهم. مجلس ملی به صفت مقام عالی نمایندگی و قانونگذار کشور با استفاده از صلاحیت کنستیتوشنی خود قانون‌های قبول گردیده مجلس نمایندگان را بررسی می‌نماید. در روند تشکیل مقامات عالی حاکمیت دولتی و واحدهای مأموری حدودی دولت اشتراک می‌کند و در رشد نظام حقوقی مملکت، تحکیم دولت و قانونیت سهمی نظر می‌گذارد. اعضای مجلس ملی دعوت نو شخصیت‌های شناخته شده با نفوذ، صاحب دانش و تجربه کافی و فرهنگ بلند سیاسی میباشند. با اطمینان میتوان گفت که آنها نیروی ذهنی، تجربه و ملکه خود را در جریان قبول قانون‌های مکمل و باصفت، تحکیم نظام دولتداری و رشد جامعه مورد استفاده قرار می‌دهند. بخصوص می‌خواهم تاکید سازم که اعضای مجلس ملی با استفاده از وکالت‌های کیسانی خود همچون سوبیکت‌های تشبث قانونگذاری باید به تهیه قانون‌ها دقت مخصوص ظاهر نمایند، چون که اکثریت شما در منطقه‌ها کار و فعالیت دارید و این تجربه را برای تکمیل قانون‌ها باید استفاده برید. بنابراین با در نظر داشت تأمین هدف‌های رشد دراز مدت و بلند برداشتن نیک و احوال خلق باید قانون‌های تهیه کرده شوند که برای تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز هم بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های معارف، تندرستی، آبادانی دهات، استفاده ثمرناک و سرفکارانه زمین و دیگر بایگاری‌های طبیعی روانه شده باشد. با این مقصد اعضای مجلس ملی با دیگر سوبیکت‌های حقوقی تشبث قانونگذاری از جمله وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات تطبیق کننده حقوق، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و متخصصان و کارشناسان باید همکاری نزدیک و دائمی داشته باشند، زیرا قانون‌های مکمل و جوابگوی و منفعت‌های جامعه و دولت تنها در نتیجه همکاری تهیه کرده می‌شوند. قانون‌ها همچنین باید با در نظر داشته استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی کشور، همکاری‌ها با دیگر دولت‌ها، جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شد. محترم اعضای مجلس ملی، عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیا و قانون‌ها، حفظ اساس‌های کنستیتوشنی، تحکیم پایه‌های استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی
و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم مسئله های محوری سیاست دولت تاجیکستان می باشد. با تطبیق این سیاست ما دولت و جامعه را به سمت رشد استوار و با نظام روانه کرده به دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردیدیم. من اندیشه‌های خود را دایر به دستاوردهای سالهای آخر و راه‌های پیشرفت آینده کشور در پیام سال گذشته اظهار نموده برای رسیدن به هدف‌های نوبتی در نزد همه شاخه‌های حاکمیت دولتی از جمله حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، برابران تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌های مشخص داشت. باید ذکر نمود که در نتیجه عملی گردانی سیاست سازنده ما توانستیم که تا امروز ده‌ها کنسپسیا و استراتژی و برنامه‌های دولتی را قبول و راه اندازی کرده رشد استوار اقتصادی را تأمین نماییم و کشور را از تأثیر منفی بحران‌های مالیوی و اقتصادی جهانی و دیگر ظهورات نامطلوب داخل و بیرونی امین نگاه داریم. از جمله در دایره عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه و نقشه‌های مشخصی رشد ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی همچنین برنامه‌های رشد ولایت‌ها و شهر و نواحی‌های مملکت تطبیق شده ایستادند. در این جهت به اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهر و نواحی‌های مملکت ضرور است که جهت تطبیق سری وقتی دورنما و برنامه‌های میانه مهلت رشد صنعتی کنانی با سرعت مملکت، اقتصادی سبز، رقمی کنانی اقتصادی ملی و ساحه‌های مختلف آن، گزارش پوره به حکومت الکترونی و پرداخت‌های غیر نقدی، تأسیس جایهای نو کاری، تدبیرهای سودمند را راه اندازی نمایند. رئیسان ولایت‌ها و شهر نواحی‌های مملکت وظیفه دارند که مسائل باز هم بلند برداشتن صفت و شرایط زندگی اهالی کشور، نائل شوی به رشد بی‌میلان اقتصاد ملی، گزارش به مدل اقتصادی به صنعت اساس یافته، تقویت همکاری‌های دولت و بخش خصوصی، تأمین شفافیت و پیشگیری عامل‌های نامطلوب در جامعه را در مرکز فعالیت خود قرار دهد. همچنین جهت عملی سازی همه‌جانبه سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت کشور منتظم چاره‌جویی نمایند. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به دستاوردهای بیشتر و رسیدن به هدف‌های گذاشته شده علاوه بر تدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هرچی بیشتر تحکیم و تقویت دادن زمینه‌های حقوقی ضرور می‌باشد. زیرا مناسبت‌های جمعیتی از جمله مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با معیار قانون‌ها تنظیم کرده می‌شوند. از این رو اعضای مجلس ملی را ضرور است که هنگام تهیه و جانبداری قانون‌ها زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ثمره‌ناکی آنها را در رشد منطقه‌ها، شهر و ناحیه‌ها، شهرک و دهات و بهداشت زندگی مردم همه طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و عملی شونده بودن آنها را نیز از مد نظر
дур насозанд. нақши аъзои маҷлиси миллӣ ҳамчунин дар иҷрои қонунҳо низ бояд муассир бошад, зеро аксари шумо дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ кор мекунед ва тибқи конститутсия вазифадор ҳастед ки иҷрои меъёрҳои конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар маҳал таъмин намоед. ҳар яки шумо раҳбари ин ё он сохтору мақомоти давлатӣ мебошед. аз ин лиҳоз шумо ба масъалаҳои зикр гардида бояд аҳамияти аввалин дараҷа дода ба вазифаҳои хизматии худ бо масъулияти баланд муносибат намоед. бовар карда шуморо таъин кардан ё интихоб шудан масъулияти шуморо дар назди мардум давлати Тоҷикистон дучанд мегардонад. аз ҳама лиҳоз пеш аз ҳама поквиҷдонии худатон намунаи ибрати дигарон будан боз ҳам ободу зебо гардонидани давлати Тоҷикистон. агар поквиҷдонона боз ҳам хубтар меҳнат кунем давлатамон ҳар чӣ зудтар ҳамон қадар ободу зебо мешавад, ҳамон қадар дар арсаи байналмилалии обу рӯи мартабааш баланд мегардад. ҳоло дар инҷа баромадкунандагон дар бораи кору фаъолияти раиси маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ гап задед. накун дар инҷа охирон депутат раиси шаҳри Равшан якта ба якта номбар кардӣ чӣ иншоото сохтааст. баъди аз нав интихоб шудан бояд ду баробари ин зиёдтар иншоот ва ободонии пойтахт бояд бештар гардад. ин замони гузашта барои пойтахта пойтахт кардан бо садсолаҳои дигар заҳмат кашиданд. коммуникация танҳо коммуникасияи пойтахти мамлаката ба сатҳи стандартҳои байналмилалӣ гардондан ин даҳсолаҳо заҳмат ва маблағро талаб мекунад. лекин дар ин кор роҳбарони вилоятҳо, шаҳрноёд, сохтору мақомотҳо бояд аз ин кор якум ки мо ҳарос надошта бошем, дуюмаш ки кори намешудагӣ дар дунё нест. такя ба соҳибкоро дар як ҷоягӣ мешавад ҳар як гӯшаи канори мамлакатро обод карда, тозаи озода карда. махсусан ман дар ҷаласаи охири ҳукумат супориш додам бо дар назардошти қабули қонуни нав дар бораи истифодаи қувваи барқ ва бо дар назардошти авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ мо ҳеҷ чиро пешгӯӣ карда наметавонем. ягон сиёсатмадор паго чӣ воқеа рух медиҳад. барои ҳаминам аз ҳолу аҳволи ҳар як оила даромада ҳам қонунро шинос мекунед, имзо мегиред, ҳам назди ҳавлигиро мебинед, ҳам ҷои истиқоматшон мебинед, ҷои зисташонро мебинед, хонаи кошонашонро мебинед. ҳам супориш метиҳед ки хонаву дари худаша ба тартиб дарорад. ҳамин тавр маҳал деҳоти худаша, шаҳраки худаша, ноҳияи худаша тозаву озода карда метавонем. ина маблағи зиёд дар кор нест. ин одоб аст, маданият аст. ин як чизи маъмулӣ бояд бошад дар фарҳанги мо ҳамин тавр аст. ман ба ҳамаи ҳамин баъд нигоҳ карда онҳое ки ба тариқи интихобот шуданд, онҳое ки ман таъин кардам, онҳое ки имрӯз моро озодгӣ доданд ба ҳайси муовини аввали раиси маҷлис, муовини раис ё ки вакили маҷлиси миллӣ, ин боиси ифтихор аст. ина бошпас гардондан дар кор бо мардум. вазифаи ман аз роҳбари давлат саркар президент то ҳама хизматчони давлатӣ ин хизмат ба халқ кардан аст. аз ин лиҳоз шумо ба масъалаҳои зикр гардида бояд аҳамияти аввалин дараҷа дода ба вазифаҳои хизматии худ бо масъулияти баланд муносибат намоед. узви маҷлиси миллӣ будани шумо чӣ аз ҷониби вакилони халқ интихоб шуда бошед ва чӣ аз тарафи роҳбари давлат таъин гардида бошед,
باعث افتخار است و هر یک شما را وظیفه‌دار می‌سازد که به خلق و دولت تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت کنید. محترم اعضای مجلس ملی، امروز وضع جامعه جهانی بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزا گردیده است. مشکلات گلوبالی و مخالفت‌های گیوسیاسی از جمله مبارزه دولت‌های ابرقدرت برای از نو تقسیم کردن دنیا، ثروت‌های طبیعی، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد و در نتیجه خلل‌دار گردیدن ترتیبات جهانی و مناسبت‌های بین المللی می‌توانند به اهل بشر و خصوصاً برای دولت‌های خرد و رو به انکشاف پیامدهای ناخوش و خطرناک به بار آورد. علاوه بر این، عملهای تروریستی و اکستریمیستی در منطقه‌های مختلف سیاره تا را بیشتر دامن گسترده امنیت و آرامی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را خلل‌دار کرده ایستادند. من اندیشه‌های خود را دایر به این مشکلات از منبرهای بلند جهانی و چاره‌بینی‌های سطحی گوناگون بارها بیان کردم و جامعه جهانی را با کوشش‌های مشترک برای مقاومت با این خطرها دعوت نمودم. تحلیل روندهای معاصر جهان نشان می‌دهد که چنین وضعیت منبع نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی شدیدتر می‌گردد. وضع به عمل آمده ما را وظیفه‌دار می‌سازد که باز هم سرجم و متحد باشیم. زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. صادقانه و صافدلانه و پاک وجدانانه زحمت کشیم. دولت، ملت و وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. برای پایداری دولتداری ملی، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی تمام چهارها را عملی نماییم. با در نظر داشتی خطرهای گلوبالی ذکر شده و جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها، ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم. همیشه با مردم باشیم. تمام ساختار و مقامات نیازهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. هر یکی ما در کدام وظیفه‌ای که خدمت نکنیم، در نوبت اول باید اراده مستحکم داشته باشیم و همچون شهروند تاجیکستان صاحب اختیار به وطن، ملت و دولت خود صادق باشیم. تأکید می‌نمایم که در این جهت وکیلان پارلمان از جمله اعضای مجلس ملی باید پیش‌صف و نمونه باشند. شما باید در خاطر داشته باشید که اجرای وظیفه‌های گذاشته شده پیش از همه از شما وابسته است. محترم اعضای مجلس ملی، خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده ما را ضرور است که هدف‌های استراتژی ملی از جمله نائل شوی پوره و استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت آزقواری، صنعت کنونی با ثروت کشور و تأمین شغل پرمسئول را عملی نماییم. در این مسئله نقش شما اعضای مجلس ملی که وظیفه‌های مسئول را در معلا به دوش دارید باید نظر از باشد. در این جهت خصوصا رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند فعالیت ثمرناک را راه‌اندازی نموده با مردم، علاخصوص با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه همکاری‌های شدمند داشته باشند. تشبس‌های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری و صف صاحبکاران را در محل‌ها هرچی بیشتر گردانند. باید تاکید کرد که صنعت کنونی با ثروت کشور عامل مهم تامین کننده رشد استوار اقتصادیات به حساب می رود.
تنها در سال 2024 در کشور 740 کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی با 20,000 جای نو کاری تشکیل کرده شدند. تنها یک شهر دوشنبه از لحاظ استحصال محصولات صنعتی 3.5 برابر شده است. دیروز ما یک چند تا کارخانه‌های صنعتی کارکرد طلا و کارخانه‌های تریکاتاژ 400 جای کار آینده 1000 جای کار میشه. در ولایت ها امکانیت هست کارخانه خرد استحصالی مردم را با جای کار تامین کرده مانده کار. ولی سرعت رشد میانه سالانه ساحه در 5 سال آخر 15% تامین کرده شد که برای نائل شدن به هدف صنعت کنونی با سرعت کشور ناکفایه می باشد. از این لحاظ با استفاده از همه امکانیت ها رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکواری را تامین نموده به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی، حل مسائل تأسیس جاهای نو کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند علاوه شده راه اندازی کرده شود. همزمان با این در شرایط بسیار مرکب جهان امروزه و مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهن، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده و بازار استعمالی ضرور است که تمام امکانیت‌های موجوده برای رشد ساحه کشاورزی سفربر کرده شود. با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه‌های رشد بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی خصوصاً از خودکنی زمین‌های نو کشاورزی باید تهیه و تطبیق کرده شود. برای ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین بهتر گردانیدن ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تامین نمودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریعتی عملی کرده شود. ما باید مدنیت زمینداری را با طور قطعی بلند برداریم. از ذخیره‌های فراوان طبیعی کشور مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی ثمرناک استفاده برده از زمین‌های آبی گرفتن 3-4 حاصل را وسیع جاری کنیم و در هر یک عائله تشکیل کردن ذخیره 2 ساله مواد غذایی را نظارت نماییم. محترم اعضای مجلس ملی، حالا تاجیکستان در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داشت. ما باید این جشن تاریخی را در سطح بلند و با اجرای نقشه‌های پیش‌بینی گردیده تجلیل نماییم. با اجرای این نقشه‌ها ما به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردیم که برای آینده کشورمان بهبودی زندگی خلقمان و حل بسیار مسئله و مشکلات داخلی کشورمان مهم و ضرور می‌باشد. ضرور است که کارهای آبادانی از هر یک عائله سر کرده تا دهات دوردست‌ترین وسعت داده اجرای سپارش‌های داده شده از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین کرده شد. اینچنین با استفاده صرفه‌کارانه برق کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغی برای استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جهت از جمله توسط قبول قانون نو درباره انرژتیک دقت اولین درجه داده شود. قانون را هر یک عائله امضا کرده میگیرید، شناس میکنید میگیرید. هر یک عائله باید. من نفهمیدم، من ندانستم نشود. در این سمت اعضای مجلس ملی که راهبران ولایت‌ها، شهر نویا و دیگر ساختار و مقامات دولتی می باشند، جهت عملی سازی سیاست دولت و حکومت باید صادقانه خدمت نمایند. اینچنین با مقصد وسعت بیشتری کارهای سازندگی بنیادکاری و حل مشکلات
اجتماعی و اقتصادی، همکاری مجلس ملی با طبقه‌های مختلف جامعه، حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه شهروندی باید باز هم توسعه بخشیده شود. نقش مجلس ملی در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، یعنی ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس می‌باشد. باور دارم که هیئت نوی مجلس ملی با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت کوشش بیشتر انجام می‌دهد. در این جهت اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهرنایه‌ها، رهبران دیگر ساختار و مؤسسه‌ها با در نظر داشت مسائل موجوده، جهت حل آنها و دیگر مشکلات زندگی مردم باید فعالانه تلاش نمایند. اعضای مجلس ملی، آنهایی که رهبری ولایت‌ها و شهرنایه‌ها را به ذمه دارند، برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن تاجیکستان عزیزمان باید سهمگزار و تشبثکار باشند. باور دارم که شما و اعضای مجلس ملی صلاحیت و وکالت، دانش و مهارت و سعی و تلاش خود را در راه عملی نمودن هدف‌های عالی دولتمان روانه می‌سازید. در تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان، پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان و به سطح شایسته رسانیدن زندگی مردم شریف تاجیکستان حصه ارزنده بگذارید. رهبریت نوی مجلس ملی، رئیس و معاونان او که از جانب اعضای مجلس ملی انتخاب گردیدند، در این جهت مسئولیت نهایت مهم دارند و وظیفه دارند که در کارهای سازندگی و بنیادکاری، مخصوصاً در آباد و زیبا گردانیدن پایتخت مملکت شهر دوشنبه پیشرفت و تشبثکار باشند. بار دیگر خاطررسان می‌سازم که شما باید پیش از همه در اجرای وظیفه‌های خدمتی خود نمونه عبرت باشید. در این راه پرشرف به هر یک شما برای کامیابی آرزو می‌نمایم.